خاک چیست؟ خاک قبط بالایی و برزم این حاصلخیزی زمین است. بافته چیست؟ مجموع حجره های به همدیگر مانند که ساخت یخیله داشته وظیفه یخیله را اجرا می کنند بافته نامیده می شود. سن سال رستنی های بسیار ساله را از روی چی معین می کنند؟ سن سال درختان بسیار ساله را از روی سال حلقه شان معین می کنند. ادپتاسیا چیست؟ قابلیت به شرایط محیط مطابق شدن ارگانیسم ها را ادپتاسیا می نامند. ادپتاسیا از کلمه لاتینی ادپتاسیا گرفته شده معنایش مطابقه سازگاری می باشد. اتوتراف ها چگونه ارگانیسم ها می باشند؟ ارگانیسم هایی که از ماده های غیر ارگانیکی ماده های ارگانیکی حاصل می کنند. اتوتراف از کلمه یونانی اوتوس خود، ترافا غذا خوراک گرفته شده است. اوتوخاریا چیست؟ خود از خود پهنشوی تخم رستنی ها را اوتوخاریا می نامند یا اوتوخاریا رستنی های را می نامند که تخم یا میوه شان خود از خود پهن می شوند. اوتوخاریا از کلمه یونانی اوتوس خود، خاریا پهن می شوم گرفته شده است. اگرافیتوسینوز چیست؟ جماعه نباتات را که انسان با راه صنعی به وجود آورده است اگرافیتوسینوز می نامند. چگونه رسانه ها را انیماخاریا می نامند؟ رسانه های را که تخم آنها با واسطه شمال پهن می شوند رسانه های انیماخاریا می نامند. چگونه رسانه ها را گیدروخاریا می نامند؟ رسانه های را که تخم آنها با واسطه آب پهن می شوند گیدروخاریا می نامند. چگونه رسانه ها را زاخاریا می نامند؟ رسانه های را که تخم آنها با واسطه حیوانات پهن می شوند زاخاریا می نامند. چگونه رسانه ها را انتوپاخاریا می نامند؟ رسانه هایی را که تخم آنها با واسطه آدم پهن می شود انتوپاخاریا می نامند. چگونه رسانه ها را ایروفیت ها می نامند؟ یک نوع رسانه هایی را که از هوای محیط غذا می گیرند ایروفیت می نامند. ایروفیت از کلمه یونانی ایر هوا، فیتان رستنی گرفته شده است. چگونه رستنی ها را گلیافیت ها می نامند؟ رستنی هایی را که در جای های آفتاب رویه خود نشونما می کنند گلیافیت از کلمه یونانی خیلیاس آفتاب، فیتان رستنی گرفته شده است. چگونه رستنی ها را گیافیت ها می نامند؟ رستنی ها را که عضوی افزایششان موجه برقرار شویشان در زیر خاک جایگیر است گیافیت می نامند. گیافیت از کلمه یونانی گیو زمین فیتان رستنی گرفته شده است. زوفیلیا چیست؟ با واسطه حیوان ها گردآلود شوی رستنی ها را زوفیلیا می نامند. زوفیلیا از کلمه یونانی زو حیوان فیلیا دوست می دارم گرفته شده است. آرنیتوفیلیا چیست؟ با واسطه پرنده ها گردآلود شوی رستنی ها را آرنیتوفیلیا می نامند.